از حکیم پرسیدم چرا میگن سیر تا له نشه اثری نداره؟ یعنی اگه همینطوری بخوریمش فایده‌ای نداره؟ لبخند زد و گفت مشکل اینه که خیلی ها قبل از فعال شدن میخورنش. با تعجب گفتم فعال شدن یعنی چی؟ گفت سیر یه ماده فوق‌العاده قوی داره به اسم آلیسین، ولی یه راز مهم هم هست. آلیسین تا سیر له نشه اصلا ساخته نمیشه. پرسیدم چرا؟ گفتش که سیر خام در حالت عادی آلیسین نداره، فقط دو تا ترکیب جدا داخلشه که به هم دسترسی ندارن. باید دیواره سلولی سیر شکسته بشه تا اون دو تا ترکیب با هم واکنش بدن. اما این واکنش یه شرط خیلی مهم هم داره. این دو تا ترکیب وقتی با هم قاطی بشن تازه آلیسین درست میشه. اما آلیسین بلافاصله ساخته نمیشه. برای تشکیل آلیسین باید حداقل 10 دقیقه بعد از له کردن یا ریز کردن سیر صبر کنی. اگه همون لحظه بخوریش تقریبا هیچی از اون اثرات قوی و معروف سیر نمیگیری. پرسیدم چرا 10 دقیقه؟ گفتش که دلیلش علمی تر از چیزیه که فکر میکنی. آنزیمی داخل سیر هست به اسم آلیناز. این آنزیم زمان لازم داره تا آلیسین بسازه. تو این 10 دقیقه سیر در حال فعال سازیه. ولی یه اشتباه رایج هست که 90% مردم انجام میدن. اگه سیر رو همون اول بندازی تو غذا یا روغن داغ، آلیسین هنوز ساخته نشده و گرما آنزیم رو میکشه. یعنی قبل از اینکه اثرش شکل بگیره نابودش میکنی. پس بهترین روش دقیقاً چیه؟ سیر رو له کنی یا ریز کنی، 10 دقیقه صبر کنی بعد مصرفش کنی. این ساده ترین و علمی ترین راهه برای گرفتن بیشترین اثر ضد التهاب، ضد سرطان و تقویت ایمنی از سیر. اما یه نکته طلایی هم هست که خیلی ها نمیدونن. اگه نمیخوای خام بخوری، بعد از فعالسازی 10 دقیقه‌ای میتونی آروم بپزیش. آلیسین ساخته شده و دیگه گرما نابودش نمیکنه. و یه سوال مهمتر، چرا اینقدر روی آلیسین تاکید میشه؟ چون آلیسین اون چیزیه که سیر رو تبدیل میکنه به یکی از قوی ترین مواد طبیعی برای مبارزه با عفونت، التهاب، کلسترول و حتی سلول های سرطانی و بدون له کردن و 10 دقیقه صبر تقریبا هیچی ازش نصیبت نمیشه. پس چرا مردم هنوز اشتباه استفاده میکنن؟ چون خیلی ها سیر رو بدون فعال کردن میخورن. سیر خام مفیده، اما سیر فعال شده چند برابر قوی تره. سیر تا له نشه موادش فعال نمیشه. باید چند دقیقه تو تماس با هوا بمونه تا اون ترکیب قویش شکل بگیره. یعنی فرق خوردن سیر با درست خوردن سیر فقط چند دقیقه صبره. همین چند دقیقه میتونه کل اثرش رو چند برابر کنه. قدرت سیر به له شدن و زمان وابسته است، نه فقط خوردن. اگه از این مطلب خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو هم سابسکرایب کنید تا مطالب جدید و آموزنده رو از دست ندید. ممنون که ما رو میبینید.